سفر یکی از مظنه‌های قبول دعا، یعنی جایهای قبول شوی دعا. دعای مسافر نسبت به دعای مقیم اجابت شدنش نزدیکتر است. برای چی؟ برای آنکه مسافر در مشقت است، در عذاب هست. بنابراین الله تعالی نماز فرض را برای او سبک کرد. حتی اگر ماه رمضان باشد اجازت داد که روزه بخورد و بعد رمضان قضایی داشته دهد. و این چنین دعایش را نیز قبول شویش را نزدیک کرد، چون که او که در مشقت است، او که در وزنینی هست، الله تعالی از دیگر طرف برای او سبوکی داد که دعایش قبول می شود. و در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که الله تعالی دعای مسافر را رد نمی کند. یا مردی را ذکر کردن که سفرش طولانی بود، اشعث اغبر، مویهاش پریشان بود، شانه ناکرده. اغبر لباسهاش خاک آلود بود. آدمی که یعنی در این شکل است، یعنی مویهاش شانه نکردگی، لباسهاش خاک آلود، یعنی دعای این آدم قبول شویش نزدیکتر است. الله تعالی به حال این رحم میکند. و یعنی معنی اون ندارد که یک انسان خیزد باید تنو لباسهای خود را خاک آلود کند و مویهاش پریشان کند و بعد دعا کند. نه، یعنی این همین خیلی حالت شده ماند. خاصتا سفرهای قدیمه، سفرهای حاضره هم، مثلا در فرودگاه یک کشور شما را به وارد شدن به اون کشور اجازت نداد. در فرودگاه 3 روز ایستادید، نه غسل کردید، نه روی شستید، مثلا نه سر شستید، با همون لباساتون در همون زمین ها خواب کردید، الکی شکلتون چخیل میشد. یعنی همین خیلی مردی را در زمانهای قدیم ذکر کردن که سفرش طولانی بود، مویهاش پریشان بود، لباسهاش خاک‌آلود بود، چون که این دو وصف یکی از سبب‌های قبول شوی دعا هست. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی الله لابره. گاهی آدمی که مویهاش پریشان، لباسهاش خاک‌آلود، کجایی که رد آدم ها پیش میکنن، همین آدم اگر لو اقسم علی الله لابره، اگر به نام الله اگر سوگند یاد کرده از الله تعالی اون چی پرسد، الله تعالی قسمش را اجرا میکنه، یعنی دعایش را قبول میکنه. یعنی دعای کمبغل هم از دعای بای دیده قبول شویش نزدیکتر است که حالتش همین خیلی هست. این چونین برزم این وصف این مسافر چونین بود که یمد یدیه الی السماء، دو دستانش را به سوی آسمان دراز میکرد. و این یکی از وصفهای قبول شوی دعا هست. یعنی کسی که دستانش را بالاتر بردارد، خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر دستاشون چونین برداشته، سخت برداشته دعا کردن که حتی ردای خود، جامعه خود از کتفشان می افتید. صحابه ها گرفته می پوشانیدن، با می افتید از سوی بلند برداشتنی دستشون. حتی الله تعالی به این در قرآن کریم اشاره کرد اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، شما از پروردگارتان یاری پرسیدید، الله تعالی اجابت کرد. حتی فرشته ها را امر کردی فرآمده از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مقابل دشمنان اسلام بجنگند. یمد یدیه الی السماء، دستان خود را به سوی آسمان می برداشت. این یکی از گفتیم که صفات‌های تیزتر قبول شوی دعا را دست نبرداشته دعا کنیدم قبول میشد انشاءالله. ولیکن اگر دست بردارید یکی از سبب‌های تیزتر قبول شدنش است، یعنی وریانت قبول شویش تیزتر است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث هم گفتن که الله تعالی ذاتی که شرم می‌دارد، حیون شرم دارنده است. اگر بنده اش دستانش را برداشته طلب کند، الله تعالی شرم می‌دارد که دعای بندش رد کند. خاصتا شما تصور کنید یک آدم میشناسید شما وی را، وی شما را میشناسد و آدمی صالح است، آدمی خوب است، به نزد شما آمده دستی حاجت دراز کرد، گفت که برای من بردن نام دهید یا یک سوم پول دهید، پولی ناچیز طلب کرد و شما
شرم می‌دارید که دعوتی همین برادر اجابت نکنید، خواهشش برای رد کردن شرم می‌دارید. حتی آدم اگر کمتر بخیل باشدم گاه شرم می‌دارد، خاصتا چیزی کم پرسد. ولله المثل الاعلی، و الله تعالی مثال عالی ترین زده میشد. الله تعالی مثال عالی دارد. الله تعالی کریم است، بدون عوض میدهد. و حیی، شرم میدارد که دستی بندش رو خالی برگرداند. یعنی دستی که برداشت برای خالی برگردانیدن دستش الله تعالی شرم میدارد گفتم. یعنی برداشتن دست یکی از سبب‌های تیزتر قبول شوی دعا هست. بعد از آن پیامبر صلی الله علیه و آله وصف دیگری اون مرد را ذکر کردند که یا ربی میگفت است. یا خیل، یعنی اگر بنده یا رب ای پروردگارم، ای پروردگارم، یا پروردگارا گوید، معنای رب یعنی ای پروردگار. یا رب گوید. در این حدیث آمده است که کسی 3 بار یا رب گوید، الله تعالی لبیک عبدی سل تعطی، لبی ای بنده ام بپرس داده میشوی میگفت است.